ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتی خود را جشن می‌گیرند. شخصی که سفیر هامرشایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمت رسانی‌ها راجع بر روادیدهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمت رسانی‌های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روادیدهای غیر مهاجرتی، از جمله روادیدهای سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمت رسانی‌ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان و شهر المعطا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرانند. البته که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمت رسانی‌های روادیدهای مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 بار اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنکه که سفارت آمریکا می توانست خدمت رسانی‌های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی‌های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند. بسیار خوب. سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت‌ها می توانند روادید مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟ مصاحبه‌ها برای دریافت روادیدهای مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روادیدهای مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی. روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می‌گیرد؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری. خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟ شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید. سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟ هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمیدانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است. And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information. بسیار خوب. ببینید جناب کنسول، تاجیکستان یکی از کشورهای صادرکننده قوه کاری ارزان است. سالانه حدود 2 میلیون شهروند ما برای کار به روسیه میرند. آمریکا تا کجا امکان دارد که یک قسم مهاجران مهنتی تاجیک را قبول کند؟ Thank you so much. As I said, سپاس زیاد برای چنین امکانیت. خیلی که قید کردم سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم. آن وقت حتی ازدواج نکرده بودم. چند وقت بعد ازدواج کردم. این باری دوم است که من به تاجیکستان آمدم. این دفعه همراه همسرم. یعنی باری دوم است که همچون کارمند سفارت آمریکا به دوشنبه آمدم. تا انجام مأموریت من 1.5 سال ماند. من الکی غمگینم که از این کشور می روم. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر که فرصت جدا کردید. بیننده عزیز، اگر شما سوال در این باره دارید می توانید به صفحه فیسبوکی سفارت آمریکا در دوشنبه نویسید. تشکر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.